محبت اسایی‌وا خواننده صنف نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 شهر استقلال میباشد. او امروز در آزمون محفل خوشدلان که بین مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر استقلال در موضوع حفظ محیط زیست بخشیده شده است با اعضای دسته شرکت ورزید. در محفل خوشدلان محبت اسایی‌وا دسته زمین را معرفی میکند. من در این چهاربینی اشتراک داشته دانش خود را سیقل داده ایستاده و چگونه محیط اطراف را چگونه اطراف را زیبایی‌اش را چگونه تازه نگاه داشتن را یاد گرفته ایستاده ایم. آزمون مذکور از جانب لایحه جلب جانب‌های منفعت دار در حل مشکلات عاید به پرتاب‌های اوران در آسیای مرکزی در مرحله دوم دایر گردیده در آن 6 مؤسسه تعلیمی با هم رقابت نمودند. مقصد عملی نمودن لایحه مذکور بلند برداشتن معرفت اکولوژی در سطح جوانان است. در چارچوبه لایحه ما شهر استقلال و جماعت غازیان ناحیه باباجان غفور در بر میگیرد. همگی 10 مکتب ما به لایحه جلب نمودیم. آزمون محفل خوشدلان در موضوع اکولوژی در دو بخش معرفی دسته‌ها و معروضه‌ها عاید به موضوعهای اکولوژی گذرانیده شده. در هر یک بخش دسته‌ها فعالانه شرکت ورزیدند. من خرسند از آن هستم که در چنین آزمون اشتراک نموده دانش خود را سیقل می‌دهم. مقصد آمدن ما در این آزمون بود که ما بین 6 مکتب و مسابقه میکنیم و از بین آنها جایهای نمایان را اشغال می‌نمایم. در دیگرها هم توصیه می‌دهم که آمده در چنین آزمون‌ها اشتراک نموده دانش خود را سیقل دهند. در بخش عملی لایحه جلب جانب‌های منفعت دار در حل مشکلات عاید به پرتاب‌های اوران در آسیای مرکزی در مرحله دوم هزار بیخ درختان همیشه سبز از جانب طالب علمان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر استقلال و ناحیه باباجان غفارov شنانیده شدند. همچنین به هر یک مؤسسه مذکور 50 عدد گل‌های خانگی تقدیم کرده شده است. هدفش به جز از سرسبز نمودن اینچنین تازه نگاه داشتن هوای شهر میباشد. البته ما در روش چهاربینی درک نمیدیم که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی خیلی آمادگی خوب دیدن و جهانبینی آنها تاثیرات آنها نسبت معرفت اکولوژی بسیار بلند بود. لایحه مذکور دوامی 5 ماه است که گذرانیده شده. در آن مؤسسه‌های تعلیمی شهر استقلال و ناحیه باباجان غفارov فعالان شرکت می‌ورزند. محبت اسایی‌وا از دسته زمین نتوانست که مقام نمایان را در محفل خوشدلان کسب کند، اما از آن خرسند است که در این آزمون فعالان شرکت ورزید. مقصد اشتراک ما از آن عبارت است که ما دانش خود را سیقل دهیم و در این چهاربینی اشتراک داشته خود ما را نیتی سنجیدن داشتیم. در جنبسته آزمون جای اول نصیب دسته آبی صاف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4، مقام دوم نصیب دسته اکولوژی جوان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 و مقام سوم نصیب زیلونی پترول از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر استقلال گردید. با غالیبان جام و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. گزارش سید مختار سید انور سرور همدموف برای متروت خبر.